او در زمان امام مالک وقتی که امام مالک رحمت الله علیه موطأ نوشتن، اولین کتابی که مسلمان ها میدانند یعنی موطأ امام مالک است. بنابراین امام شافعی گفتند که بعد قرآن صحیح ترین کتاب موطأ مالک است گفتند. لیکن امر مسلمان ها مستقر به آن است که بهترین و صحیح ترین کتاب بعد قرآن کریم صحیح بخاری است. سخن امام شافعی به سخن این قدر علما زید آمد. سخن کی را میگیریم؟ سخن شافعی پیش از پیدا شدن صحیح بخاری بود. آخر موطأ مالک حدیث های ضعیف دارد، لیکن به هر حال موطأ مالک اطراف 2000 حدیث دارد و امام مالک وقتی که کتاب نوشتند و نامش موطأ ماندند، آدم ها همه موطأ نوشتند با نامش هم موطأ ماندیند. بعد گفتند که کثر الموطئات، ای امام ابو عبدالله مالک این موطأ ها زیاد شده است، همه موطأ نوشته است. هر آدمی که حدیث جمع کرده است یک کتاب کردیان با نامش موطأ مانده. بعد امام مالک کلمه مشهور خود را گفتند که فسیبقی ما ارید به وجه الله. از این موطأ ها آن موطأ در دنیا باقی میماند که رازگی الله خواسته شده از در وقت نوشتنش. یعنی علم این نه که انسان جمع کند با به مردم رساند، فقط نه، برای این اخلاص لازم است، برای این دیگر شرط و شروط ها لازم است. بنابراین یگان موطأ در دنیا نیست غیر موطأ مالک. امروز ببینید الله تعالی قبول داد، ذکرش باقی ماند.